سلام، به کانال خودتون خوش اومدین. من آمنه حسینی هستم، با عشق در کنار شما برای تدریس زبان و ادبیات فارسی. این جلسه میخوایم آرای جناس رو با هم دیگه کار بکنیم. امیدوارم که لذت ببرین. با من باشین. خب بچه، امروز در رابطه با آرای جناس میخوام براتون توضیح بدم. به طور کلی آرایه ها زمانی استفاده میشن که بخوان زیبایی اون متنمون یا شعرمون رو بیشتر بکنن. پس وظیفه آرایه ها، همه انواع آرایه ها این هست که متن ما یا شعر ما رو زیباتر بکنن. یکی از این آرایه ها آرایه جناس هست. آرایه جناس هر وقت که استفاده میشه یعنی 2 کلمه با همدیگه مقایسه میشن. حالا در آرایه جناس ما 2 مدل جناس داریم. یکی جناس تام یا کامل گفته میشه، یکی دیگه جناس ناقص هستش. در جناس تام یا کامل 2 کلمه هم در حروفشون و هم در آواشون شبیه به همدیگه هستند، مثل 2 کلمه شیر و شیر. نگاه بکن، شین، ی و ر در هر 2 کلمه یکی هست و اعراب و آوایی که تلفظش میکنم هم 2 کلمه عین همدیگه هستند، ولی معنای این 2 با همدیگه متفاوته. یکی به معنای شیری هستش که در جنگل وجود داره و یکی دیگه به معنای شیری هست که جزء لبنیات هست و ما اون رو میخوریم، پس شیر خوراکی. جناس نوع دوم ما جناس ناقص هست. جناس ناقص خودش بر 3 قسمت تقسیم بندی میشه: جناس ناقص حرکتی، جناس ناقص اختلافی و جناس ناقص اضافی. جناس ناقص حرکتی اون مدلی هست که 2 کلمه حروفشون عین همدیگه است. مثلا شما مثال کرم و کرم رو توجه بکنید. حروفشون یعنی کاف، ر و میم در هر 2 یکیه، پس کاف، ر و میم در هر 2 کلمه یکسانه، ولی اعراب اونها با همدیگه فرق داره، یعنی حرکاتشون با همدیگه متفاوته. بچه اعراب چیه؟ ا، ای، او یا همون فتحه، کسره و ضمه. کلا بهش میگیم چی؟ بهش میگیم اعراب، یعنی حرکت های یک کلمه. پس ما در 2 کلمه کرم و کرم حروف عین همدیگه است، کاف، ر، میم، ولی اعرابشون رو نگاه کن، ا و این ا هست، پس با همدیگه متفاوته، تلفظشون متفاوت هست. چون حرکت های 2 کلمه، پس اعراب همون چیه؟ همون حرکته. چون حرکت های 2 کلمه با همدیگه متفاوت هست، ما بهش میگیم جناس ناقص حرکتی. یه مثال دیگه برای این بخوام بزنم براتون، برای جناس ناقص حرکتی میتونیم بگیم برنده و برنده. نگاه کن، برنده با برنده، برنده. دیدی؟ این 2 با هم دیگه حروفشون ب، ر، ن، د، ه عین همه، ولی حرکاتشون با هم دیگه چیه؟ متفاوت هستش. جناس ناقص اختلافی نوع دیگرش هست که
در اون 2 کلمه فقط در یک حرف، دقت بکن، فقط توی یک حرف با همدیگه اختلاف دارن. مثل چی؟ مثل پدر با پسر که فقط تو حرف وسطش د شده و حرف وسط این سین هست. پس حروفشون عین همدیگه است، فقط توی یک حرفشون با همدیگه چی هستن؟ متفاوت هستند. مثال دیگه که بخوام برات بگم مثل چیه بچه ها؟ مثل چمن و سمن، عین همدیگن، فقط در یک حرف این چه شده؟ یکی شده سین. پس با همدیگه متفاوت شدن و شدن جناس ناقص اختلافی. جناس سومی که میخوایم بررسیش بکنیم جناس اضافی هستش که در طی اون بچه ها یک کلمه نسبت به کلمه دیگه یک حرف، فقط و فقط یک حرف بیشتر داره. مثل چی؟ پس بقیه حروفشون عین همدیگن، فقط یه دونه حرفش بیشتر از کلمه دیگه است. مثل چمن و چمان که کدوم حرف اضافه است؟ یه دونه آ اضافه تر داره. پس گفتیم که جناس کلن چیه بچه ها؟ مقایسه 2 کلمه با همدیگه که چی کار میکنه؟ به زیباتر کردن متن ما کمک میکنه. حالا تو برای من بگو ببینم که کلمه مهتر و بهتر دارای کدوم یکی از انواع جناس هستند؟ توی کامنت ها برام بنویس. امیدوارم که از تدریس امروز راضی بوده باشین. به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون.